سلام، بریم بر آموزش شکلاتخوری طرح مرمر. قبل از هر چیزی با چسب پهن قالب رو تمیز میکنیم تا هیچ گونه پرزی نباشه که به ظرفمون بچسبه. برای قالب 25 حدود 160 گرم رزین و 80 گرم هاردنر رو با هم مخلوط میکنیم و خیلی آروم هم میزنیم تا حبابی ایجاد نشه. رنگ های دلخواه خودتون رو انتخاب میکنید و به مقدار رنگ ها رزین رو توی لیوان های یک بار مصرف جدا می کنید. من اینجا از رنگ های سبز پودری صدفی و سفید خمیری و نقره‌ای خمیری و همینطور کرم خمیری استفاده کردم. برای هر کدوم به دلخواه رزین اضافه کردم و رنگ ها رو آروم قاطی می کنیم و طبق تصویر که مشاهده می کنید یکی یکی رنگ ها رو به نوبت به صورت رندوم شروع به ریختن داخل قالب می کنیم. این کار رو تا اتمام رنگ ها انجام میدیم تا همه رنگ ها تموم بشن. بلافاصله فندکگیری انجام نمیدیم. حدود 5 دقیقه صبر میکنیم تا همه حباب ها بالا بیان. بعد از 5 دقیقه فندکگیری اول رو انجام میدیم. 15 دقیقه بعد دوباره فندکگیری رو انجام میدیم تا جایی که رنگ ها به مرکز جمع بشن. اجازه میدیم کارمون خوش بشه. حدود 7-8 ساعت برای اینکه بدونیم کارمون آماده است از لبه قالب کمی فشار میدیم. اگه چروکی روی کار ایجاد نشد پس کارمون آماده است. توی ظرف مورد نظرمون کار رو قرار میدیم، خیلی آروم فشار میدیم. سعی کنید از دستکش استفاده کنید که جای دستتون روی کار نیفته. میذاریم حدود 24 ساعت بمونه تا کاملا خشک بشه. از قالب جدا میکنیم و دور کار رو سنباده میکشیم. وسط کار رو هم مشخص میکنیم، با دریل سوراخ میکنیم و پایه مورد نظرمون رو نصب میکنیم. دور کار برای زیباتر دیده شدنش از پیگمنت طلایی استفاده میکنیم. پیگمنت طلایی رو با رزین یا وارنیش پایه روغن مخلوط میکنیم. هر چقدر پیگمنت رو بیشتر اضافه کنید رنگ طلایی زیباتر و جذابتری بهمون میده. با قلم مویی دور کار رو رنگ میزنیم و اجازه میدیم 3-4 ساعت بمونه تا خشک بشه و در نتیجه کارمون آماده است. خوشحال میشیم اگه با حمایت هاتون به ما انرژی بدید. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار شما عزیزان.